خب سوال سوم من، میخوام بدونم که آیا این شغل طراح وبسایت بودن مزایایی هم داره و اگر داره چی است؟ 100% مزایا داره، پر از مزایا. و خب اگه بخوایم یکی یکی اشاره کنیم، اولین مورد اینه که شما توی پروژه های مختلفی قرار میگیری، با چالش های بزرگ روبرو میشی و خیلی کمک میکنه به اینکه شما سطح دانش خودتون رو بالا ببرین، از این چالش ها لذت ببرین که خب قطعا شما باید یا یه طراح سایت یا یه برنامه نویس باشین که بدونید مواجه شدن با چالش و حل کردن اونها چه لذت خاصی داره. بعد شما فرصت اینو دارین که به صورت ریموت کار کنید، لزومی نیستش حتما شما در شرکت حضور داشته باشین، این قابلیت هستش که شما به صورت دورکارم کاراتون رو پیش ببرین. از مزایای دیگه میشه به این اشاره کرد که شما میتونید به صورت فریلنسری با شرکت‌های خارجی کار کنید و درآمد دلاری داشته باشید که خب توی شرایطی که الان هستش اکثر برنامه‌نویسا و طراحان سایت رو آوردن به این بخش و خیلی درآمد خوبی داره و شما به نسبت میتونید از طریق لینکدین و یا حالا شبکه‌های دیگه‌ای که موجود هستش پروژه خارجی بگیرین و خب از اونها استفاده کنید. این امکانو به شما میده کار طراحی سایت که بیشتر خلاق بشین، دیدتون نسبت به محیط اطرافتون و اتفاقایی که رخ میده عوض بشه، بسیار جزئی نگر میشین و خب درآمدی هم که داره نسبت به سایر حوزه ها اگه بخوایم یه مقایسه‌ای داشته باشیم به نسبت بهتر هستش و میتونیم بگیم میشه یه امنیت شغلی خوبی داشت. خیلی عالی، مرسی.